تصور کن جونت به پنالتی بسته باشه. یعنی چی؟ یعنی اگه تو گل نشه دیگه زنده نمیمونی. حالا سوال اینجاست، تو این لحظه حساس پنالتی رو میدی کدوم بازیکن بزنه؟ شماره 10 سرخیو راموس، مدافعی که همیشه با خونسردی زده. 9 ارلینگ هالند، ماشین گلزنی که رحم نمیکنه. 8 لامین یامال، جوون آینده‌دار بارسلونا. 7 کیلیان امباپه، سرعت و تمرکز در یه قاب. 6 محمد صلاح، فرعونی که همیشه قابل اعتماده. 5 نیمار جونیور، استاد تکنیک و پنالتی زن خونسرد. 4 زلاتان ابراهیموویچ، مردی که میگه من هرگز اشتباه نمیکنم. 3 رابرت لواندوفسکی، نابودگر دروازه ها. شماره 2 لیونل مسی، جادوگری که توپ رو رام میکنه. و اما شماره 1 کریستیانو رونالدو، سلطان لحظه های سرنوشت ساز. انتخاب تو کدوم بازی کنه؟